سلام و درود. خیلی خوشحالم به یه ویدیو دیگه از چنل وایب زون. من امیرسون هستم و امروز اومدیم پارت 2 تاپ 5 بازی های ترسناک آفلاین موبایل رو با هم بریم. بازی اول، یه بازی که فکر میکنم کل ایران اسمش رو شنیدن، سری بازی های گرانی. یعنی بازی پنجم همون سری بازی های گرانیه که تقریبا کل ایران بازیش کرد، ولی برای اونا که نمیدونن، داستان یه آدمیه که میره خونه یه مامان بزرگی و مامان بزرگی میخواد که بکشدش و حالا باید سعی کنه از اون خونه فرار کنه. 3 تا نسخه داره. تو هر نسخه هم که تو هر نسخه هم هرچی بالاتر بره، یعنی هرچی نسختون بالاتر میره، یک شخصیت مثل پدر بزرگ یا یه جن که نمیم دخترش جن کیه به بازیتون اضافه میشه و داستان خاصی نره. گرافیک معمولی، حجم فکر کنم هر نسخه 100 مگابایت میره از نسخه قبلی بالاتر، یعنی 100 200 300 دیگه تهش. و گیم خوبیه، میارزه یه بار امتحان کنی اگه تا الان بازیش نکردی. بی معطلی بریم سراغ گیم چهارم. یه گیم که برعکس گیم قبلی خیلی کمتر تو ایران مثلا بازیش کردیم، ولی بازم معروف بود تو ایران. من دیده بودم بعضی از بچهای رفیقای خودم خیلی بازیش میکردن و دوست داشتن. سری بازی های دف پارک یا پارک مرگ به نظر خودم نفر اول و می بود، ولی طبق نظرات، طبق حالا نمرهایی که داده شده، طبق گیم پلایی که دیدم و نظراتی که کلا مردم و خودم روش داشتم، چهارم. این با گیم 2 نسخه داره که جفت نسخه هاشم رایگانه و میتونید برید بازی کنید. گرافیک عالی، همه چی عالیه. بریم سراغ گیم بعدی. گیم کیس انیماتور. این کیس انیماتور یکه که داریم معرفیش میکنیم و دوش هم اومده، ولی فکر کنم بتاه هنو و کاملش نیومده. این گیم خیلی خوبه. داستان خیلی قولی نداره. داستان یک آدم، یه هکر ناشناسه که شما توی آفیس یعنی یه پاسگاه پلیسی که یه هکر درا و چراغای اونجا رو کامل میبنده و خاموش میکنه، سری ربات ها میفرسته دنبالتون. گرافیک تو جفت نسخه ها خیلی خوبه. این فایو نایت فردی میمونه که توی سری پیش توی پارت اول معرفی کردیم و گرافیک خوبه. داستان توی 2 نسخه یکیه و ادامه دار نی، فقط 1 و 2 و رایگان توی گوگل پلی، میتونید دانلود کنید و تجربهش کنید. گیم سوم، یعنی گیم فکر کنم یک سری ریپورتره که 2 قسمت داره و سری داستانش رو میگم چون داستان خیلی گنگی داره و داستان یه شهر کوچیک داخلش اتفاقات عجیب رخ میده. من همینو تونستم واسهتون در بیارم، یعنی هرچی گشتم کلا همین بود و بیشتر از این چیز نه. و مطمئن باشید من گیم پلی ریپورتر رو میذارم و اگه بخوام بذارم هفته بعد یا 2 هفته بعد میذارم، چون یکم کار داره هنوز و یه ذره باید تحقیق کنیم. اگه میصرفه هفته اول میذارم و اگر گیمی نبود، چون پارت 2 یه ویدیوی دیگه همون مونده و بعد اونو بگیرم. گیم خوبیه، گرافیک خوبه، معمولیه واقعا. حجم بالایی نره، فکر کنم بین 90 تا 200، اونقدر بالا نیست و ترسناکه دیگه. گیم خیلی معمولیه، یعنی نرماله. خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. گیم اولمونم یه گیمی که پارت یکیشو تو چنل گذاشتم. 100% اگه میخواید ببینید چه گیمی بوده، برید اون ویدیوی ما رو ببینید تا بفهمید اسم این گیم چیه و کلا داستان این گیم چیه. پارت یکی تو چنل هست، پارت 2 تا پس فردا واسهتون میذارم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه برای ویدیوهای بهتر و کیفیت‌های بهتر وایب زون. حتما ما رو لایک و حمایت کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا حافظ.